اوکی، بریم دعا کنیم، ببینیم خواست پدر امروز برامون چیه. با دعا میریم به سمت پدر، ازش خواهش میکنیم ما رو هدایت راهبری کنه. پدر و عزیز ما، حیات و وجود ما، هستی ما، نور ما، روشنایی، سعادت و خوشبختی، مهر و محبت، پاکی و مقدس، با شکوه، با جلال، با عظمت، جاودانه، قبل و بعد، قدوس، در نام عیسی مسیح پادشاهمون، خداوندمون، نجات دهندمون، راه و راستی، درستی، پاکی، یگانه فرزند قدوست پدر، میخواست و محبت و ارادت. پدر، نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار، همان نانی که قبل از آغاز آفرینش کنار گذاشته تا روزانه برای هر روزمون آشکار کنی. برامون آشکار کن پدر، چون گشنه و تشنه ایم و نیازمندیم بهت. ما همیشه بهت نیازمندیم، همیشه و تا به ابد. بدون تو میمیریم، همونطور که مرده بودیم به فیض محبت و بخشش بی نهایت عظیمت بود که در مسیح زنده گشتیم. پدر، امروز هم از طریق روح القدس، روح پاک و مقدست، کلام پاک و مقدست تو برامون صادر کن. از طریق روح القدس گوش‌های شنوا بده بشنویم، چشم‌های بینا ببینیم و قلب‌های گوشتی درک کنیم. و از طریق روح القدس قدرت انجام احکامت هم در ما به وجود بیار تا بتونیم انجامش بدیم و نوری باشیم در این ظلمت و تاریکی. به راستی که لیاقت می‌خواد نداریم، مگر تو خود به ما لیاقت و لیاقت بدهی. پدر، عیسی مسیح روح القدس، عیسی مسیح فدای اون قدوسیتت، همونجا که تو خود گفتی 2 یا 3 نفر به نام من جمع بشید من اونجا حضور دارم. ممنونیم که همیشه با ما بودی، هستی و ایمان داریم که خواهی بود. پس امروز هم ما را دریاب، شاگردایی از ما بساز که دوست داری تا بتونیم خواست اراده قدوس پدرمون رو در نام قدوس خودت به قدرت روح القدس انجام بدیم. فدای اون قدوسیتت پدر، عیسی مسیح و روح القدس. پدر، اون کلامی که قرار امروز در مورد صحبت بشه در قلب و زبان ما بکار که در مورد صحبت شه، چون ایمان داریم برای خیریت و برکت ما به کار برده بشه. روح القدس، اون روح پاک و مقدست، کلام پاک و مقدس از طرف من انسان نادان و جاهل، احمق و پست رفیع که حقیقتا چنین است بگه و جواب سوالات هم بده. از خود زمینی و دنیوی حرفی نزنم، چون جهالت محض، نه فهمشو دارم و نه شعورشو. من خود بی تربیتم و احتیاج به تعلیم و تربیت دارم. من ابله زمینی چیزی بلد نیستم که بخوام به کسی بیاموزم. اگر بلد بودم در گناه زندگی نمی‌کردم، بلکه منم تعلیم گیرنده‌ام. پدر، وقتی که روح القدس درس میده، هم من ابله زمینی یاد میگیرم، هم دیگران یاد میگیرن، هممون یاد میگیریم و برکت میگیریم و اون کس که برکت میده تو هستی و به ما بی‌لیاقت و لیاقت بده اون برکاتی که به ما عطا میکنی بتونیم به مردم زمینم انتقالش بدیم، هم روحانی و هم جسمانی. و فقط شنونده و گوینده به کلام نباشیم، چون کافی نیست، بلکه انجام دهنده کلامت باشیم، در احکامت بمانیم، با تو زندگی کنیم و نور باشیم در این دنیای تاریکی. به راستی که این مهر و محبت و فیض بیکرانت پدر که در عیسی مسیح شاملمون شده و همیشه مستقیم میاد، درس میدی، یادمون میدی و از اون کلام پاک و مقدست ما رو سیراب میکنی که چه بس عظیم است این مهر و محبت و فیض بیکرانت که در عیسی مسیح شاملمون شده، که فراتر از عقل و دانش و شعور هر انسان زمینی و خاکیه، اما برای ما شده است. نه اینکه انسان‌های خوب و با لیاقتی هستیم، نه خیر، خیلی هم بی لیاقتیم. خود من انسان گناهکارترین و ابله‌ترین و حقیرترین انسان این کره خاکیم و تا به ابدم پدر شرمسار گناهانم. و اگر تا به ابدم سجده کنم، ستایشت کنم، معذرت خواهی کنم، گریه کنم، زجه کنم، بگم پدر پاک و مقدس مرا ببر، باز هیچ. در مقابل و مهر و محبت و فیض بیکرانتی که انقدر تو پاکی، انقدر تو قدوسی، پدر شرمسارتم، هم از طرف خودم هم تمام مردم زمین ازت معذرت میخوام. ببخش که باعث درد و رنجت میشیم، ببخش که سیاهی از خود بیرون میدیم، چون درونمون سیاهیه. ببخش که آفرینش تو در حال نابود کردنیم، حتی به حیوانات، پرنده ها، گیاهان، به همه داریم آزار میرسونیم.
هر جایی که پا میذاریم نیستی و نابودی داریم بار میاریم. چه زیبا این را گفتی، به راستی که چنین است. کمک کن ما رو از ویرانی و نیستی ببر بیرون. ما ابله‌های زمین رو هدایت کن، بتونیم بنا کنیم، بسازیم. کمک کن مسیحیت حقیقی را یاد بگیریم، دل از این دنیا بکنیم و دل به تو بدیم. در این مأموریت وظیفه‌مون رو پاک انجام بدیم، پاک بیایم به سمتت پدر. ما رو هدایت و راهبری کن پدر. میخوایم بیایم خونه، دلمون تنگ شده پدر، واقعا دلتنگی. من خودم شخصا یه وقتایی واقعا جوری میشم اصلا نمیخوام یه لحظه توی این دنیا باشم، حالم و این دنیا به هم میخوره. دوست دارم بیام خونه. و پدر خواهشم اینه که هممون رو ببری خونه. من دوست دارم تمام انسان ها نجات پیدا کنن. نمیفهمن دارن چیکار میکنن. کمک کن بتونیم خواست تو انجام بدیم. کمک کن که چشم های بینا داشته باشن، گوش های شنوا، قلب های گوشتی، و که درک کنن، بفهمن که دارن در راه های نیستی و نابودی قدم برمیدارن. از جهالت و نادانی بیان بیرون. در قلبمون رو باز کنیم، بلکه تو بیای تو قلبمون تا از تو حکمت دریافت کنیم، زندگی دریافت کنیم، آرامش، شادی، محبت، تمام این معانی رو در تو یافت کنیم، چون فقط در تو یافت میشه. پس ما رو نجات بده پدر و ازت خواهش داریم، تمنا داریم، التماست داریم، استدعا داریم و عاجزانه ازت میخوام که همیشه و تا به ابد خودت مستقیم شبان ما باش. خداوند ما، نجات دهنده ما، صخره نجات ما، استاد ما، رهبر ما، آقای ما، سرور ما، معلم ما، الگوی ما، ملجای ما، هادی ما، کائن اعظم ما و پادشاه ما باش. ما میخوایم همیشه و تا به ابد زیر دستان پرتوان و قدوس و زورآور و پر از مهر و محبت، پاکی و راستی و درستی، صداقت، اون نور و روشنایی، پارسایی، عدالت و نیکویی خودت تعلیم بگیریم، یاد بگیریم و با تعلیمت هم زندگی کنیم و فقط هم برای ملکوتت باشه، برای جلال و شکوه و بزرگی خودت باشه، برای اطاعت محض از خودت و برای شادی و خوشنودی خودت باشه، تا بتونیم به شباهت یگانه فرزند عیسی مسیح در آمده و خواست قدوس روی زمین شک انجام بدیم. بفهمیم، یاد بگیریم. هدف از ایمان به مسیح اینه که به شباهت مسیح در بیایم. اینو بفهمیم و درک کنیم. نریم قاطی دنیا بشیم، دنبال تعلقات دنیا بدیم اسمشو بذاریم ایمان مسیح، چون در این صورت ما شبیه شیطانیم. ولی بفهمیم شباهت مسیح برامون مهمه که در پاکی قدوسیت به سر ببریم، دل این دنیا ببندیم، بیاییم بیرون و در تو یافت بشیم، قلبمون رو به تو بدیم. کمک کن بتونیم همه انسان ها به این مرحله برسیم. پدر ازت سپاسگزارم که امروزم برای ما فرصتی را فراهم کردی تا بتونیم به حضورت بیاییم. قدرت اعلی، ای پاکی و مقدس، تا ازت دریابیم و یاد بگیریم. پس امروزم ما را آموزش بده، آب حیات بنوشان، نان حیات بخوران به ما و کمک کن بتونیم در تو بریم زندگی کنیم. پدر من انسان ابله زمینی از خود زمینی و انسانی و شیطانی حرفی نزنم، چون جهالت محضه. ما اینجا جمع نشدیم که من ابله زمینی از خود زمینی دنیوی حرفی بزنم. اگر قرار از خود حرفی بزنم لالشم، بکش منو، مرگ برام بهتره پدر، واقعا بهتره، تو خودت اینو میدونی، تا اینکه بخوام وسیله لغزش برای هم نام باشم. بلکه ما جمع شدیم که از تو یاد بگیریم. آخر تویی اول آخر، الف و یام هستی و قبل و بعد، پس همه چیز و درون ما آگاهی و خوب میدانی چه چیزهایی روزانه نیاز داریم بخوریم بنوشیم. پس با توجه به اون آگاهی که از همه چیز و درون ما داری، امروز هم ما را دریاب، آب حیات بنوشان و نان حیات بخورم و قدرت به ما بده که در احکامت بمانیم، یاد بگیریم و زندگی کنیم. پس ای شبان ما گوسفندان گم شده را به مرتبه سبز هدایت کن. گوش میکنیم که دنبالت بیاییم، جلو برو و کنان دنبالت بیاییم پدر. آمین. 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 می‌بینیم الان ایوب یه محبت میکنه، از ترجمه تفسیری بخواد بخونه. متی 9 آیه 9 تا 13 اگه بخونه ممنون میشه. در نام خداوند عیسی مسیح. عیسی بر سر راه خود
به یک باجگیر به نام متی برخورد که در محل وصول باج و خراج نشسته بود. عیسی به او فرمود بیا و مرا پیروی کن. متی فوراً برخاست و همراه او رفت. یک روز عیسی و شاگردانش در خانه متی بر سر سفره غذا نشسته بودند. عده‌ای از باجگیران و اشخاص بدنام شهر نیز مهمان متی بودند. وقتی روحانیون این را دیدند، اعتراض کنان به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با این قبیل افراد نشست و برخاست می‌کند؟ عیسی در جواب ایشان گفت به این دلیل که افراد سالم احتیاج به پزشک ندارند، بلکه بیماران به پزشک نیاز دارند. سپس اضافه کرد بروید کمی در مورد این آیه کتاب آسمانی فکر کنید که می‌فرماید من از شما هدیه و قربانی نمی‌خواهم، بلکه دلسوزی و ترحم می‌خواهم. رسالت من در این دنیا این است که گناهکاران را به سوی خدا بازگردانم، نه آنانی را که گمان می‌کنند عادل و مقدسند. آمین. خب میریم ببینیم همین در ترجمه شریف چیزی برای ما بازگو شده. ببینیم برامون بخونیم ممنون میشم. با سپاس از خداوند در نام عیسی مسیح. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متی دید که در محل دریافت عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت به دنبال من بیا. متی برخاسته به دنبال او رفت. هنگامی که عیسی در خانه او بر سر سفره نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و باجگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی سخن آنان را شنیده گفت بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید. من رحمت می‌خواهم نه قربانی، زیرا من نیامدم تا پرهیزگاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را. آمین. خب ببینیم امروز قراره چی یاد بگیریم. خونده شد، صحبت شد، یعنی داستان خودتون متوجه شدید. یک متی نامی بود که خراجگیر بود، باج میگرفت و برای خودش ثروتی درست کرده بود از این راه ناشایست. و معمولا خراجگیرها آدمایی بودن که مورد تنفر مردم بودن. شغل بدی بود چون بدجنس بودن خیلی و از مردم میتقیدن و به عنوان یه شغل زشت مردم نگاه میکردن. متی یکی از اونها بود. میخونیم، یعنی خونده شد که داستان چیه. ببینید اینجا یه سری مطالبی وجود داره تو این درس که فیض پدر ببینیم تا چه قسمتش ما رو هدایت و راهبری میکنه و امروز قراره یاد بگیریم. یکی این که میگه متی که یک فردی بود زشت از نظر شغلی و در گناه زندگی میکرد، مثل همه در گناه بود ولی خب شغل زشتی هم داشت، به مردم زور میگفت، پول زور میگرفت، به طرقهای مختلف باجگیری میکرد، خراج میگرفت و مردم ازش ناراحت بودن. اینجا وقتی عیسی برمیگرده بهش میگه از پی من بیا، اونم بلند میشه میره. ولی خوب این دقت کنید، این نبود که متی برای اولین بار باشه داره عیسی رو میبینه، عیسی اینو دید گفت از پی من بیا، اونم بلند شد رفت. نه، همین چیزی نبود. شما یه وقت میبینید تو کلاس ساختمانی همچین مطالبی رو میگن عیسی دید گفت دنبالم بیا، اونم رفت. پتروس و داداش فیلیپوس رو دید گفت دنبالم بیا، اونم رفت رفت. نه خیر، مگه جادوگری که دنبالش را بیفتن همینجوری برن؟ مگه شعبده بازی که دنبالش را بیفتن برن؟ خداوند نه شعبده بازه نه جادوگره. خداوند دوست داره اگر کسی دنبالش میره خودش با تمام قلبش بخواد دنبال کسی بره. برای همین به ما انسان ها حق انتخاب داده.
که من انسان با حق انتخابی که دارم خودم بخوام با خداوند باشم و دنبالش برم. اگر قرار بود زور بگه یا جادوگری کنه، کسی جادو بگیرتش نفهمه دنبالش کسی بره بعدم نخواد بره برگرده، نه هم چیزایی ما نداریم در مسیح هیچ وقت همچین کارهایی نمیکنه. این متی عیسی رو میشناخت، شناخت داشت. عیسی اگر بدونید وقتی که از خانوادهش جدا میشه در کفرناهم اومد زندگی میکرد. و در کفرناهم یه جای کوچیکی بود، شناخت پیدا کردن رو عیسی. عیسی همراهاشو محبت میکرد، درسشون میداد و اینو شناخته بودن کم کم رو عیسی رو. برای همین هم بود که وقتی شناخت رو عیسی پیدا کرده بودن میگفتن این آدم با خداییه، آدم پاکیه، محبت میکرد. بین مردم کم کم شهره شده بود آوازش که یک همچین فردی داره زندگی میکنه بین ما. و متی هم از همین طریق شناخت پیدا کرده بود روی عیسی. عیسی رو میشناخت، آدمیه که داره در پاکی زندگی میکنه، همونطور که پتروس میشناخت، فیلیپوس میشناخت، یوحنا میشناخت. اونا هم میشناختن، جادوگری نبود که دنبالشون راه بیافتن که. برای همین با توجه به شناختی که به متی روی عیسی داشت و میدونست که عیسی از خدا صحبت میکنه، از زندگی پاک صحبت میکنه و متی میدونست زندگی زشتی داره. باجگیرا و خراجگیرا میدونستن که زندگی بدی دارن، زندگی کثیفی دارن، خودشون اینو خوب میدونستن که مورد تنفر مردم هستن. برای همین وقتی که متی دید، وقتی متی روی عیسی که شناخت داشت، میدونست مرد با خداییه و با خدا زندگی میکنه، درس میداد، گوش کرده بود، میدونست آدم پاکیه. وقتی که برمیگرده به متی میگه متی دنبال من بیا، با توجه به شناختی که متی داشت روی عیسی بلند شد دنبالش رفت. یعنی خودش خواست با قلبش دنبال عیسی بره، نه اینکه جادوگری کنه، شعبده بازی کنه، بگه دنبالم بیا اونم نفهمید دنبالش رفت. ما هم چیزایی رو نداریم در مسیح، هم چیزی اصلا نیست، چون خدا حق انتخاب داده. هر کسی باید با قلب خودش بخواد دنبال خداوند بره، زور نیست که. برای همین اینجا هم وقتی به متی گفت متی دنبالم بیا، متی شناخت داشت، عیسی میشناخت متی رو، میدونست این شغلش باجگیریه، دیده بود بارها، متی دیده بود عیسی رو، از زندگیش خبر داشت. برای همین دنبالش رو افتاد رفت. یعنی اونجا برای متی لحظه بزرگی بود برای زندگیش. یعنی باید بزرگترین تصمیم زندگیشو میگرفت که دنبال مسیح بره یا نره، یا با همین شغلش زندگی کنه، مورد تنفر دیگران باشه و بره به بدبختی و عذاب ابدی. یعنی اینجا متی افتاد پای تصمیم گیری. قبلش عیسی رو میشناخت ولی الان خداوند بهش گفت دنبال من بیا. یعنی چی؟ یعنی کاز و کوزت رو جمع کن، بساطت رو بذار کنار، زندگی تو بیا عوض کن. دیگه از این زندگی دنیوی، از این زندگی زشت و کثیف دست بردار. منظور این بود دیگه دنبال من بیا دیگه. بیا زندگی جدید رو در پاکی شروع کن، بیا زندگیت عوض بشه. اینجا متی باید تصمیم بزرگی رو در زندگیش میگرفت که چیکار میخواد بکنه. همون جوری که برای ما همین هست، ما هم در طول زندگیمون باید تصمیمات مهمی بگیریم. یه جاهایی هست در زندگی ما بر روی این کره خاکی که باید تصمیمات بسیار 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 مهمی رو برای زندگیمون بگیریم. خیلی مهمه، چون اون تصمیم باعث میشه زندگی ما تغییر کنه، عوض بشه، دگرگون بشه. پس این تصمیم مهمیه، ما نمیتونیم سرسری تصمیم بگیریم. خب متی هم مثل ما تو این شرایط قرار داشت. آیا ما چی؟ ما هم میایم وقتی خداوند به ما میگه دنبالم بیای تصمیم میگیریم دنبالش بریم؟ یا دلبستگی دنیا، آقا زن، بچه، شوهر، خونه، ماشین، ننه، بابا، جد، آباد، ویلا، پول، نمیدونم و هایی که تو این دنیا وجود داره، یا اینا مانع است نمیذاره دنبال خداوند بریم؟ انتخاب باید بکنیم. این انتخابی که متی داشت برای ما هم هست. من میشنم وقت دنبالم بیا، هر کس بهانه میاره. نگاه میکنی هر کس دنبال پوله، دنبال دنیاست،
دنبال نسلشه، دنبال دلبستگی های این دنیاست. ما هم مثل متایی، ما هم یه نوع متایی هستیم هممون تو این دنیا. فکر نکنید فقط متا بود، ما هم همونیم. چون ما هم باید تصمیم بگیریم آیا میخوایم از این دنیا دل بکنیم، آیا میخوایم این دنیا رو ول کنیم، رها کنیم، به دنبال خداوند بریم. ما هم باید تصمیم بگیریم برای زندگیمون. 100%. ما چیکار میکنیم؟ متا شهامتشو داشت، انتخاب کرد، پول داشت، ثروتمند بود، با پولش هر کاری میخواست بکنه، برای خودش هم میتونست قدرتی درست کرده بود، بخاطر پول داشت، آدم داشت برای خودش. خب حالا باید تصمیم میگیره همه اینا که تا حالا براش تلاش کردم، به دست آوردم تا به امروز، خب همه اینا رو حالا باید بذارم برم دنبال خداوند. چیکار کنم؟ ببین با تصمیم بزرگی تو زندگیش روبرو بود متا. فکر نکنید میایم میکنیم گفت متا بیا، متا هم راه افتاد رفت. بلگرد شرایط رو درک کنید، بفهمید. یعنی تو اون موقعیتی که متا قرار داشت، تمام ماها الان تو این دنیا میتونیم قرار داشته باشیم. آیا ول میکنیم دنبال خداوند بریم؟ متا شهامت داشت، انتخاب کرد. پیش خودش گفت من یک اینجوری زندگی کردم فلان، میرم دنبال خداوند، تمام اینا رو ول میکنم، میذارم، رها میکنم، میرم دنبال خداوند. یعنی تصمیم بزرگی گرفت تو زندگیش. من از متا خوشم میاد، خب برای اینکه واقعا تصمیم بزرگی گرفت و وقتی هم رفت برای خودش نرفت به چپ و راست بزنه، واقعا دنبال خداوند رفت. حتی بعدها جانش رو در این راه دست داد متا. بعد از که به قدرت روح القدس آراسته شد، جونش هم در این راه دست داد. یعنی تصمیم گرفت، تصمیمشو گرفت، شهامت تصمیم گیری داشت. ما انسان ها اکثرمون شهامت تصمیم گیری نداریم، بدبختی بزرگیه. شهامت نداریم تصمیم بگیریم، همیشه دو دلی، نمیدونم میخوام چیکار کنم، میخوام اما ولی. اینا کشته ما آدم ها رو، همش تو اما ولی داریم میگردیم. تا به کی تو اما ولی هستیم؟ چرا نمیم تصمیمونو بگیریم؟ چرا شک و تردید به خودمون راه میدیم؟ یا رومی یا زنگی. یه راه رو انتخاب کنیم دیگه، یا گرم یا سرد. ولی متاسفانه من میبینم بالاخص در کسایی که خودشون رو ایماندارای به مسیح میدونن و این کلیساهای ساختمونی رو تشکیل دادن، نگاهشون میکنم تو گناه و زشتی دارن زندگی میکنن. هیچ وقت شهامت روبرو شدن با حقیقت رو ندارن، شهامت ندارن تصمیم بگیرن، وسط موندن. این بدبختی بزرگیه. ولی متا با تمام اون سیاهیش، زشتیش، که شغل زشت کثیفی داشت و مردم بدشون میومد، ولی با تمام اونا تصمیمشو گرفت. تصمیم گرفت، گفت دیگه نمیخوام این متا باشم، میخوام آدم جدید شم، میخوام پاک زندگی کنم. چون دیده بود عیسی رو، میشناخت عیسی رو، میشناخت چه آدمی بود که همه دوستش داشتن، آدمی بود که همیشه خیر و برکتش به دیگران میرسید. خب اینا رو دید، گفت خب منم میخوام اینجوری باشم، چرا نه؟ یک عمر اینجوری تو ذلت و بدبختی زندگی کردم، برای دنیا دل بستم و دویدم. آخرش چی شد؟ آخرش میخوایم به کجا برسیم؟ واقعا وقتی گفت از پی من بیا، اونجا باید متا تصمیم بزرگی رو میگرفت. کسی داشت بهش میگفت دنبالم بیا که خداوند بود و متا میدونست اون فرد آدم پاک و مقدسیه، میدونست اون از طرف خدا اومده، میدونست خداونده. باید تصمیم بزرگی تو زندگیش میگرفت. چیکار میخواد بکنه؟ پس امیدوارم اینجایی که داره گفت متا دنبالم بیا، ما هم واقعا شهامت روبرو شدن با اینو داشته باشیم، شک و تردید به خودمون راه ندیم. متا فهمید این اندک زمانی که روی این کره خاکی هیچ ارزش نداره. گفت من یک عمر این کارا رو کردم، واقعا بعدش هم جمع کردم. چی شد؟ چی میخواد بشه؟ آخرش مگه تا حالا چیکار کردم که بعدش بخواد چی بشه؟ دنیا رو بدم به من، بعدش آخرش باید بمیرم دیگه. اون وقت چی؟ با کثیفی و گناه بمیرم، اون وقت بیچاره میشم.
اون وقت بیچاره میشم. تصمیم گرفت، گفت نه، تا حالا در کثیفی زندگی کردم، از حالا به بعد دیگه نمیخوام بکنم، میخوام پاک زندگی کنم. تا حالا کردم، بسته، دیگه نمیخوام. مثل خیلی ها نیست که بگه بابا یک عمر این کارو کردیم، عادت کردیم، بازم بکنیم. مثل مادر من یک عمر بت پرستی کرده، حالا تو این میگه آقا بیا زندگی رو عوض کن. تا حالا هم بت پرستی کردی، ولی اگه برگردی خدا میبخشه، ولی از حالا به بعد بیا درست زندگی کن، بیا پاک زندگی کن. پیش خودش میگه یک عمر من نماز روزه خوندم، گرفتم، نمیدونم علی حسن حسین کردم، حالا اگه بیام بیرون یعنی همینا هیچ بوده، یعنی الکی بوده، بعد چی؟ اگه الکی نبود چی؟ یعنی ول کنم. از ترسش شیطان نمیذاره دیگه. شیطان ترس میندازه در آدم ها. شیطان ترس میندازه در آدم، ولی خدا شجاعت به ما میده. ولی شیطان برعکس ترس، همین ترس باعث میشه ما بیچاره شدیم، در گناه و کثافت بمانیم و زندگی کنیم. ولی اینجا وقتی که مسیح گفت دنبالم بیا، تو قلبش خواست دنبال مسیح بره. گفت من میخوام عوض بشم، از تو قلبم میخوام. همونجا تصمیم گرفت یک لحظه دنبال مسیح رو افتاد، همه رو رها کرد. ما میکنیم. من میبینم یارو تو این دنیا دنبال خونه خریدنه، دنبال ماشین خرید، دنبال تعلقات دنیوی، اسمش هم ایماندارم هست، میگه هللویا، همش دنبال خریده. من نفهمیدم چه رابطه ای هست. ما باید روز به روز دلبستگیامون رو به این دنیا کم و کمتر کنیم و به خدا نزدیکتر شیم. این دنیا دور و دورتر به خدا نزدیکتر شیم. وقتی که من میام دلبستگی در این زمین درست میکنم برای خودم، تعلقات دنیوی درست میکنم، خب من قلبم تو این دنیاست دیگه، دارم درست میکنم دیگه. برای همینه که مسیح میگه گنج خود را در آسمان بیفزایید. هر جا گنج شماست، دل شما نیست آنجاست. چقدر زیبا داره اینو میگه. یعنی هر جا ثروتی برای خود درست کنی، قلبت هم اونجاست. پس نیا روی زمین تعلقات برای خود درست کن، گنج رو زمین قرار نده، ثروت رو زمین قرار نده، چون قلبت هم اونجاست. ولی اگه ثروت رو آسمون جمع کردی، قلبت هم اونجاست. ببین چقدر زیبا داره مسیح رو میگه. قربون اون تعالیمش، تمامش راستی و درستیه. برای همینه که من عاشقشم، خودم عاشقشم، برای اینکه من کثیف و بی ادب رو داره تربیت میکنه، یادم میده. چقدر زیبا داره به من یاد میده چجوری باید زندگی کنم. من ابله زمینی بفهمم تو این دنیای کثیف، زشت، نفسانی که همه تو گناهیم، برای کثافت های دنیا داریم دست بر سر هم کلاه میذاریم، دل همو میشکنیم. حالا بیام یاد بگیرم تو این دنیای دروغ، گناه، چی رو باید زندگی کنم. هیچی واجبتر از این نیست، هیچی مهمتر از این نمیتونه باشه. برای همینه که من اینقدر مسیح رو دوست دارم، برای اینکه درسم میده. من از وقتی که ثروت رو آسمان شروع کردم به جمع کردن، قلبم همونجاست، راحت، خیالم راحت شده. ولی اگه برم رو زمین خونه بخر، ماشین بخر، اینو بخر، اونو بخر، نمیدونم اینا رو بخر، خب من ثروتم رو زمین جمع میکنم دیگه. هر چی ثروتمو بیشتر جمع میکنم، بیشتر دلم روی این دنیا بیشتر میره. پس یاد بگیریم مثل متا باشیم در تصمیم گیری. منظورمه مثل متا باشیم، تصمیم بگیریم زندگی پاک و مقدسی رو بیاریم شروع کنیم. یک دفعه تصمیم بگیریم شهامت روبرو شدن با حقیقت رو پیدا کنیم، بذاریم در ما حقیقت بیاد کار کنه. چون واقعا روبرو شدن با خدا شهامت میخواد، واقعا شهامت میخواد. متا این شهامت رو داشت، این شهامت رو داشت که با حقیقت روبرو بشه. ما چی؟ ما هم میخوایم شهامت رو داریم؟ ما هم میخوایم با اون روبرو بشیم؟ ما هم میخوایم اون رو بشناسیم؟ آیا میخوایم مسیح بیاد تو ما کار کنه؟ من متا رو از این تصمیم گیری بزرگی که تو زندگیش خوشم میاد، واقعا دمش گرم، خوشم میاد. میگم ببین با اون تمام چیزش تصمیمشو گرفت، پس ما هم تصمیم بگیریم، وسط وای نستیم، بریم دنبال خداوند، بریم پیش. وقتی که متا، وقتی که اومد،
به سمت خدا دنبالش افتاد، پولاشو، ثروتشو، خب ثروت زیادی هم داشت متا، شروع کرد گفت من به هر کی بدهکارم میدم پول بهش، بیا بدهیمو 2 برابر میدم، 3 برابر میدم. شروع کرد دادن، شروع کرد تا اونجا که میتونست پول مردم رو برگردوند. این کارو کرد، وای نستاد پول رو نگه داره، گفت این پول رو من از راه نادرست به دست آوردم، مال مردمه. شروع کرد پولی که به دست آورد بیا به فقرا داد یا به کسایی که میشناخت و سرشون کلاه گذاشته بود اونا رو صدا کرد، پولاشون رو داد تا بتونه رهاشه از این زندگی کثیف، رهاشه. مهمانی گرفت، عیسی رو دعوت کرد با شاگردانش. بعد رفیقای شغلی، هم شغلیای قبلیش کیا بودن؟ باجگیرا، خراجگیرا بودن دیگه، اونم که هم صنفی خودش بودن دیگه، اونا رو هم دعوت کرد. یعنی مهمانی گرفت، عیسی و شاگردانش بودن چون دنبال عیسی رفت دیگه. باجگیرا هم دعوت کرد، میگه باجگیرا گناهکارا هم دعوت کرد. خب فکر می‌کنید چرا دعوت کرد؟ هم صنفیاش بودن دیگه، رفیقاش بودن دیگه، همکاراش بودن دیگه، هم شغلیاش بودن دیگه. چرا دعوت کرد؟ چرا مهمونی داد اونا رو دعوت کرد؟ مهمونی بهانه بود، یک بهانه‌ای بود که متی اینو استفاده کرد. متی دوزاریش افتاد، گفت من از ثروت در این دنیا اندوختم، حالا میام این ثروتی که در این دنیا اندوختم در راه درستی میخوام به کار ببرم. اشتباه کردم تا اونجایی که بتونم پول دیگران رو میدم که گرفتم، خب حالا اون چیزی هم که دارم در راه ملکوت به کار میبرم، از این فرصت استفاده میکنم. مهمانی گرفت و در این مهمانی باجگیرا یعنی رفیقاشو دعوت کرد، هم شغلیاشو. چرا؟ گفت این مهمانی بهانه‌ای باشه بلکه این رفیقای من، این هم شغلیای منم نجات بگیرن، اونا هم بیان از پی مسیح برن. همینجوری که منم اومد صدا کرد گفت دنبالم بیا و کمک کرد زندگی کثیفم رو دست بردارم، بلکه اینا هم بتونن زندگی کثیفشون رو دست بردارن، اینا هم بتونن مثل من نجات پیدا کنن. برای همین مهمونی رو داد. فکر نکنه همینجوری اومد مهمونی داد. مهمانی بهانه بود که هم رفیقایش و همکاراشو دعوت کنه که به این وسیله بتونن اونا هم دست از شغل کثیفشون بردارن، از زندگی گناه آمیزشون بردارن، دنبال مسیح برن. برای همین مهمونی داد. ما چی؟ ما میایم از اون برکاتی که خدا به ما داده تو این زندگی در راه ملکوت استفاده کنیم؟ میایم در راه ملکوت فرصت و غنیمت بشمریم به عنوانی که مهمونی داریم یا یه مراسمی هست اینو، ولی هدف این باشه که بتونیم سید کنیم برای خداوند که خودشون نجات پیدا کنن، نه ما، برای خودشون. آیا ما میایم این فرصت رو استفاده کنیم؟ یاد میگیریم مثل متی که اسم مهمونی رو به عنوان بهانه‌ای درست کرد، یه مهمونی به عنوان بهانه که بیاید خونه من غذا بخورید که بتونه اون باجگیرا رو با خداوند چیز کنه که رو در روشن، بلکه بتونه رفیقاش و همکاراش رو نجات پیدا کنن، اونا هم دست از زندگی کثیف بردارن. ببین متی چقدر زندگیش وقتی دنبال خداست، ببین افکارش کجا رفت. وقتی میری تو برش میگی همین متی باجگیر ببین چی کاری کرد که من همین الان نمیبینم بکنن، آدما نمیکنن. بعد میگن متی چرا خلافکار بود، چرا اون شاگردش بود. کی باشه؟ تو باشی؟ تو گناهکار باشی؟ باز اون گناهکار مرد بود یا زنم بودم میشه، فرق نمیکنه. حالا یه وقت از خانم‌ها نگن مرد بود زن بود، آقا اینجوریه، فرق نمیکنه. آدم بود، انسان بود، انسانی بود که از زندگی گناه آمیزش درد گرفت. آدمی بود که گناه میکرد ولی از گناه بدش اومده بود، دوست داشت دیگه در گناه نباشه، برای همین دنبال خداوند اومد. خب متی نبود چی؟ تو باشی؟ تو آیا خسته شدی از گناه؟ آیا میخوای دست از زندگی گناه آمیزت برداری؟ آیا درد میکشی از گناه یا حال میکنی با گناه؟ انتخاب میشه کنیم. خداوند قلب ما رو نگاه میکنه. متی از زندگی در گناه درد گرفته بود، دیگه خسته شده بود،
برای همین رفت دنبالش. وقتی رفت دنبال خداوند فکر رفیقا و همکاراش هم بود، گفت اونا هم نجات بگیرن، چرا نه، اونا هم بیان زندگی پاکی رو شروع کنن. یعنی فکر اونا هم بود. گفت بیا مهمون، گفت دید همینجوری که نمیاد، گفت بیا یه بهانه‌ای باشه یه مهمونی درست کنم اینا بیا. برای همین خداوند میگه زرنگ باش، از فرصت‌ها استفاده کن. ما از هر فرصتی باید استفاده کنیم برای صید دیگران، برای خداوند. البته ما میگیم صید دیگران، کسی میگه آقا صید کرد، آقا صید کنی برای خودش نجات پیدا کنه، نه صید کنیم بخوریمش، برای خودش. چون خود آدما نادانن، نمیفهمن دارن تو زندگی میکنن. بلکه یه محیطی رو، یه فرصتی رو فراهم کنیم که بتونیم آشناش کنیم با خداوند، بلکه بفهمه با قلب خودش، با خواست خودش بیاد زندگیش عوض شه، نه که به زور. پس زیاد بگیریم از فرصت هایی که در این دنیا داریم استفاده کنیم. همون کاری که متی هم کرد. یک آدم خراجگیر بود ولی حواسش به رفیقاش بود. حالا توی این مهمانی گرفته بود این فریسیان بودن. ببین فریسیا و صدوقیا دو فرقه بزرگ یهودی بودن. خب یعنی فرقه های زیادی داشتن. خداوند شریعت رو به موسی داد و در وقتی که شریعت داد به موسی، بعدها کسایی که اومدن توی کاهنه اومدن جلو، برای خودشون با عقل ناقص دنیویشون خوندن، یه فرقه درست کردن، خوندن یه فرقه درست کردن. خداوند یه شریعت داد، از توی این شریعت کلی فرقه و شاخه اومد بیرون. و صدوقیا و فریسی‌ها بزرگترین فرقه‌ای بودن که از شریعت اومد بیرون. همینجوری که الان مسیح اومد ما رو به یکی بودن دعوت کرد، حالا می‌بینی پشتش کلی فرقه و نمیدونم دستک درست شده. من کاتولیکم، من ارتودکسم، من مورمونم، یهوه‌ایم، من نمیدونم پروتستانم، جز برادران فلانم. اون میگه نه خیر من جز پنتیکاسم، اون یکی میگه پینتاکاسم، اون یکی میگه من اینم کوف بخوری، اون میگه من اصلاح شدم، اون میگه من اصلاح نشدم، اون میگه رفرمم. هر کی برای خودش داستان درست کرده. مسیح اومد یه راه داد، اینا هر کدوم برای خودشون فرقه و دسته و راه درست کردن. اون وقت هم همین بود. یه شریعت به موسی داد، پشتش کلی فرقه درست شد. این آدم ابله زمینی که این کارو میکنه دیگه، نادان و جاهل زمینی که این کارو میکنه دیگه. چون فهم و شعور نیست در ما آدما. خدا راه میده، ما فرقه درست میکنیم، فرقه که توش بریم گناه کنیم. انقدر ابله و ناتونی ما انسان‌ها. دقیقاً و یهودی هم تو اسرائیل هم همین بود. فریسی‌ها و صدوقی‌ها بزرگترین این فرقه‌ها بودن، معروفاش بودن. خب حالا از اینا هم اومده بودن توش، از این فرقه‌ها کسایی بودن معلم شریعت بودن، اومدن تو این مهمونی. چرا نه؟ دعوت کرده بود. البته متی با توجه به موقعیتی که داشت از نظر طبقه اجتماعی، چون آدمی بود باجگیری خراجگیری نزد مردم شغل بدی بود، مردم بدشون میومد، صحبت شد، تنفر داشتن. ولی از نظر طبقات اجتماعی چون ثروتمند بودن، خب با افراد از طبقات جز رتبه‌های بالا بودن، تو طبقات اجتماعی سپول داشتن، با آدمای مهم در ارتباط بودن چون ثروت داشتن. از این طریق تونستن با آدمای مهم رفت و آمد داشتن. برای همین متی نه تنها همکارا دوستانش رو دعوت کرد، بلکه اومد فریسی‌ها رو هم دعوت کرد، کسایی که کلام خدا رو میگن و فرقه درست کردن، اونا هم دعوت کرد که اونا هم بیان بفهمن، اونا هم بیان بشنون، اونا هم نجات پیدا کنن. چرا که نه؟ خدا بهش برکت بده. فکرش کجا بود؟ چون وقتی او دنبال مسیح یاد گرفت، چون صحبت شد، قبلش مسیح رو میشناخت، افکار مسیح، میدونست چی آدم با خداییه، میدونست که کارش درسته و داشت پیش اون یاد میگرفت. میشه. اینجا منظوری نیست که دنبال مسیح رو افتاد همون فردا شب مهمونی داد. اینو نمیگه. یه سیاقا میکنن اینجوری میفهمن. نه، میگه دنبال مسیح رفت، ولی میگه متی مهمانی داد. میگه روزی
مهمانی داد، عیسی هم سر سفرهش بود. حالا اون روزی کی بود؟ همون فرداش که نبود که. و داشت یاد میگرفت از عیسی به عنوان یک شاگرد. برای همین اون فریسی‌ها رو هم دعوت کرد. خب حالا اون فریسی‌ها کی میتونه باشه؟ کشیش میتونه باشه، آیت الشیطان میتونه باشه، امام جمعه، امام شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، نمیدونم اینا میتونن باشن، خاخام میتونه باشه، خاخامای یهودی میتونن باشن، نمیدونم کیشمیش باشه، پاپ کورن باشه، حالا هر کی میتونه باشه، میتونن اینا باشن. اون فریسی‌ها میتونن اینا باشن. این اسامی امروزی باشه. فکر نکنید اون فریسه، نه همینا که اتفاقا این میگه فریسه اومدن بیشتر یاد کشیشا میافتن. باور کن بیشتر یاد این کشمیشا و پاستوریزا میافتن. دقیقاً یاد اونا میافتن. خب میگه اونا اومده بودن. ولی هدف مسیح، هدف متی این بود که بتونه وسیله‌ای باشه این مهمونی، بلکه اونا هم نجات پیدا کنن. همونجوری که دوست داشت همکاراش نجات پیدا کنن، بلکه اونا هم نجات پیدا کنن. اونا هم حقیقت رو بفهمن. هدف متی این بود مهمونی داد. نه که بیان بخورن، بنوشن، کیف کنن، عربده بکشن. به قول معروف با مهمونی خداوند گول بزنه. نه، هدف داشت متی. حالا اونا اومدن دیدن. بعد تازه اونا هم دعوت کرده. تازه اونا دارن به خود همین باشگیرها که دعوتش کرده داره بی‌احترامی میکنن. میگه استاد شما چرا به شاگردان مسیح میگه چرا با باشگیرها و گناهکارا اومده غذا میخوره؟ خب احمق، تو خودت هم رفتی اونجا داری غذا میخوری. بعد داری به عیسی میگی خودشون رفتن دارن غذا میخورن. میگه به شاگردان مسیح گفتم چرا استاد شما با خرید غذا میخوره. حالا یه سریشون بودن، یه سریشون شنیدن و بعدها گفتند. این هر دو طرفه بود. خب چرا اینجوریه؟ خب یعنی چی؟ یعنی ما قدوسیم، ما گناهکار نیستیم، ما پاکیم. داره اینو میگه دیگه. میگه چرا با باجگیرا و گناهکارا غذا میخورن؟ یعنی ما خیلی آدمای درستی هستیم. یعنی خودشونو پارسا میدونستن دیگه، خودشون آدم خوبه میدونستن، اینا آدم بده بودن. خب اینا گناه نمیکردن، پاک بودن، اینا سرتوبات گناه بودن. اینجوری فکر میکردن دیگه. یا یاد یک اتفاقی در یوحنا بود افتاد، خیلی زیبا بود. یک کور مادرزادی رو عیسی شفا میده. این کور مادرزاد وقتی شفا پیدا میکنه میبرنش پیش، تو انجیل یوحناست، میبرنش پیش یهودی‌ها، پیش کاهنا و نمیدونم سران قوم یهود. میگن تو چیری شد شفا گرفتی؟ کور بودی مگه؟ گفت آره من کور مادرزادم بودم. هی میان میگن یا مگه میشه یه گناهکار بیاد کسی رو شفا بده؟ اون آدم گناهکار. ببین بردید روی خدا اون موقع در اون کور مادرزاد که شفا گرفته بود داشت کار میکرد. گفت این که اون گناهکار یا گناهکار نیست من نمیدونم، من یه چیز میدونم، کور بودم حالا بینا شدم. میگه مگه میشه؟ میگه شد دیگه. میگه آخه نمیشه که به قول معروف بتونه این کارو کنه. میگه من نمیدونم میشه یا نمیشه، ولی یه چیزو میدونم، از آغاز پیدایش عالم تا حالا نشده گناهکاری بتونه معجزه شفا بده، مگر اینکه از خدا باشه قدرت داشته شفا بده. اگر این فردم اگر از خدا نبود نمیتونه چشمای من رو شفا بده، پس از خدا بودی که تونه شفا بده. شما اینو نمیدونید؟ داره به سران قوم یهودی خوشون درس الهیات میدان داره میگه. ببین یه کور مادرزاد که اصلا این کاره هم نبود. ببین روح خدا دوش داشت چی میگفت. روح خدا اون لحظه داشت دوش میگفت. اونا میدونی چی بهش میگن؟ میگن تویی که در گناه زاده شدی داری به ما تعلیم میدهی؟ یعنی چی؟ یعنی ما تو قدوسیت زاده شدیم. یعنی اینه دیگه معنیش دیگه. مثل این کیشمیشا همچین یه جوری صحبت میکنن انگار مثلا از ناف ننش وقتی بریدن قدوس بوده، اصلا تو رحم مادرش قدوس اومده به دنیا. دقیقاً یاد اونا میفته آدم دیگه. دقیقاً آدمایی که تو کثافت و گناه عمل خودشون آدم خوبه میدونن، پاک و مقدس میدونن، در صورتی که تمام مردم زمین گناهکارن بدون استثنا، حتی پیامبران. خدا تعارف نداره با کسی. ولی اینجا وقتی میگه چرا با خراجگی‌ها گناهکارا غذا میخوره؟ یعنی چی؟ یعنی ماها خوبیم، اینا گناهکارن. اینجا میاد با گناهکارا میخوره. چقدر عیسی جواب قشنگی میده. ما میدونیم عیسی اومد برای ما گناهکارا، اومد
بتونه قدرت شیطان و تاریکی رو به زمین بزنه، روحش بتونه با روحش که جسم گرفته بود به نام عیسی بتونه در جسم انسانی بر شیطان غلبه کنه، قدرت از شیطان بگیره دوباره بده به انسان. خب اومد برای این کار و چون هیچ انسانی بر زمین یافت نشد، خود خداوند اومد این کار رو کرد و ما به خاطر اینکه گناه کردیم روی زمینی، نه به خاطر قدوسیتمون یا اومدیم تعطیلات آخر هفته یا تابستونی بیایم تو این دنیا، نه به خاطر گناه تو این دنیا. پس همه گناه کردیم. اینجا هم عیسی ببین چه جوابی میده، میگه مریضانن که به طبیب نیاز دارن نه تندرستان. من نیومدم اونایی که پارسان، پاکن، مقدسن دعوت کنم. خب اونایی که مقدسن دیگه احتیاجی به دعوت ندارن که. من اومدم اونایی که گناهکارن دعوت کنم مقدس شن. یعنی چی؟ یعنی اگه شما فکر میکنید ببینید حرفش خیلی حرفیه، یعنی یک مطلقی انداخت از همه زاویه تق زد بهشون. خیلی زیبا. من وقتی عیسی حال آدما رو میگیره من خیلی حال میکنم. یعنی حال میکنم قربونت بشم که خیلی زیبا حال آدما رو میگیری. چون بعد حال آدما گرفته شه تا از غرور و تکبر بیان بیرون فروتن شن. آدما رو بعد حالشون رو گرفت. عیسی حالشون رو میگرفت بلکه به خود بیان، حالا فرو افتاده بیان نجات بگیرن، فروتن بیان نجات بگیرن. چون آدمای مغرور، آدمای پررو، آدمای گستاخ هیچ وقت نمیتونن نجات خداوند رو بگیرن، چون خدا با همچین آدمایی هیچ رابطه برقرار نمیکنه. آدمای متکبر و مغرور و گستاخ تو کثافت و گناه زاده شدن و میمیرند. اینا هیچ وقت نجات نمیگیرن. برای همین عیسی حالشون رو میگرفت تا بفهمن از اون حالت بیان. برای همین میگه اگه شما قدوسید، شما پاکید، بی گناهید، من برای شماها نیومدم، من برای پارساها نیومدم. اگه تو فکر میکنی پارسایی، برای تو نیومدم. خب تو پاکی مقدسی، خب بمون دیگه. من اومدم برای اونایی که پاک نیستن، مقدس نیستن، گناهکارن، مریضن. چون هر کی گناه میکنه مریضه دیگه. هر کس گناه میکنه مریضه. سالم نیست که آدم سالم که گناه نمیکنه که، آدم تندرست که گناه نمیکنه که، همه مریضیم ما. میگه من برای اون گناهکارا و مریضا اومدم که به اونا کمک کنم شفا بگیرن، تندرست شن، دیگه گناه نکنن، پاک باشن. برای این اومدم. پس وقتی برای این اومدم بعد با همین آدما بشینم بلند شم دیگه. با کی باید بلند شم؟ آدم قدوس روی زمین هست؟ اگه دنبال قدوس بود که رو زمین نمی اومد که، تو همون ملکوت میمون پیش پدر دیگه. رو زمین چیکار داره بیاد؟ رو زمین همه گناهکارن که. پس اومده روی این زمین که ما گناهکارا رو پاک کنه بتونیم برگردیم به ملکوت. برای همین عیسی خیلی حالش قشنگ زیبا میگیره. میگه اگه تو فکر می‌کنی قدوسی، من برای تو نیومدم. من برای کسی اومدم که مریضه و گناهکاره و احتیاج به سلامتی داره، احتیاج داره که روحش سلامت پیدا کنه، تندرست شه. من برای اونا اومدم. شما فکر میکنید پاکید بمونید. یعنی با این کار یه مطلق انداخت بهشون، یعنی خواست بگه که ابله نادان زمینی، خب تو خودت سرتاپا تو گناهی، چی داری فکر میکنی؟ فکر میکنی مثلا تو پاکی؟ سرتاپا تو گناهه. ای فریسی، ای کشمیش، ای پاستولیزه، ای پاپکور، خودتو مثل چقدر زیبا میگفت دیوار سفید شده. اونجا میشه مثلا گیریمش و دیوار سفید شده درست کردن، توش نگاه میکنی پر از سیاهیه. خجالت هم نمیکشم. یعنی در حقیقت عیسی مسیح برای همه ماها اومده. همه ما مریضیم. خب اومده تو این دنیا، پس باید با ما بشینه بلند شه تا نجات بده دیگه. آدم قدوس مگه رو این زمین هست؟ آدم قدوس وجود نداره رو این زمین که. پس اگه اومده رو این زمین برای ماها اومده دیگه، پس باید با ماها بشینه بلند شه تا به ما بفهمونه، درک کنیم، حالمون بشه، بخوایم با تمام قلب بخوایم بازگشت کنیم به سمت خدا، نجات بگیریم. پس اومده رو این زمین برای چی؟ تو این زمین که آدم قدوس پیدا نمیشه که. ببین چقدر ابله هم نمیفهمیدن اینا رو، این فریسی‌ها یا این کشمیشای امروزی هم نمیفهمن. با آب میرن قسط میدن میگن نجات گرفتی، بعد یارو همون آدم قبلی است. ببین چقدر ابله. اینا دقیقاً همینجوری هم میگن من یاد این کشمیشا میندازم. یعنی یه چیز عادی هم نمیتونن بفهمن، درک کنن. بعد ادعای خداشناسی هم میکنن. پس یاد بگیریم. ما هممون نیاز داریم. خدا میگه من طالب رحمتم، نه طالب قربانی. قربانی میخواد چیکار؟ نماز میخواد چیکار؟ هیئت میخواد چیکار؟
آشوا بزن آقا، هی از 100 دفعه گردن کلوپ بیان بخورن، نمیدونم، یا بده به فک و فامیلاش، یا بیا من بدم به یتیما، به بیوه زنا بدم، به بیوه زن بده، به یتیم بده، خوبه، ولی اینو تو رو نجات نمیده. میگه من طالب رحمتم نه قربانی. خدا نه قربونی از من میخواد، نه مراسم از من میخواد، نه عید قربان میخواد. اینا به درد خدا نمیخوره. خدا محبت میخواد، بخشش میخواد. میگه همدیگر رو ببخشید، همون جوری که من شما رو اومدم میبخشم و قدرت میدم دیگه در گناه نباشید. منم میخوام شما همدیگر رو ببخشید، چون ما آدما هم ظالمیم هم مظلوم. هیچکی نه ظالم مطلقه نه مظلوم مطلقه، اینو بفهمید. هممون هم ظالمیم هم مظلوم. یکی میاد میگه آقا من مظلومم، میگم ظالمم بودی، بلند شو برو. میگه آقا نه، میگم بودی دیگه، گفتم به خیلی تو ظلم کردی دیگه. میگه آقا تو زندگی به چقدر ظلم کردی، حالا یه سری هم به تو ظلم کردم، پس هم ظالم بودی هم مظلوم، پس خودتو بیگناه جلوه نده، بلند شو برو. ما مظلوم مطلق نداریم، ظالم مطلق هم نداریم، هر جفتش بودیم. پس بفهمیم خدا از ما بخشش میخواد، رحمت میخواد. میگه من میخوام ببخشید همدیگر رو، ببخشید تا بخشیده شید. قربونی به چه درد من میخوره؟ تو برو قربونی کن. میخوام چیکار کنم؟ میخوام برم شیشلیک بخورم یا جوجه کباب بخورم؟ چیکار کنم؟ کباب کوبیده میخوام بزنم یا سلطانی درست کنم؟ آقا خدا قربونی میخواد چیکار کنه؟ کباب بازه مگه؟ خب چیکار کنه؟ قربونی بگیرید برش کشی که چی شد؟ خدا قربونی میخواد؟ خدا میگه ابله، نادان، ای جاهل زمینی، گناه نکن. ای مریض بیا تندرست شو. ای گناهکار بیا پارسا شو. بیا زندگی پاک و مقدسی رو شروع کن. خدا اینو میخواد. نماز روزه میخواد چیکار کنه؟ خمس و زکات میخواد چیکار کنه؟ قربونی میخواد چیکار کنه؟ متاسفانه آدمو نمیفهمن دیگه. برای همین میگه برید ببینم اگه تونستید این کلامو درک کنید که من طالب رحمتم نه قربونی، اگه تونستید درک کنید، آقا ما بر زمین نگرفتیم ندیدیم کسی درک کنید کلامو. نمیبینیم توی کلیسای گل گرفتن اینو درک نمیکنن، برای که همش دنبال دعیه کردن. وقتی غذا میدم کلیسایش ساختیم روشو شلوغ میشه. وقتی غذا نمیدم به ظرف فقط قهوه با چایی، یارو میگه قهوه چایی فایده نداره. میگه آقا به غذا آقا همه میریزن. بعد یارو میگه ببین کلیسا شروع شد. ابلک اون برای خوشی کم داره میاد، نه بر خدا. ای نادان، تو هنوز نمیفهمی؟ نمیفهمیم دیگه واقعا دیگه، چون مفهوم این کلام رو واقعا درک کنیم. خیلی زیبا میگه عیسی، میگه این که من طالب رحمتم نقونی، اینو باید درک کرد، درکش باید کرد. خوب بگیرید، من بارها گفتم خدا میخواد ما درک کنیم. خدا لازم نداره من کلامش رو حفظ کنم، درکش رو میخواد. چون اگه درک کنیم انجام میدیم. ببین خودش هم داره اینجا میگه این کلام رو درک کنید. اگر تونستید درک کنید برید ببینید میتونید درک کنید. ولی درک نمیکنم. من هنوزم که میبینم درک نکردم. اینو نمیفهمم. اگه درک میکردن خداوند چی میگه، این همه فرقه و گروه و دستک درست نمیکردن، این مسخره بازی ها رو جمع نمیکردن، این بتکده هاشون رو جمع میکردن. اگه میفهمیدند خداوند داره چی میگه. و درک نمیکنیم دیگه، فقط مثل توتی کسکوب یاد گرفتیم تکرار کنیم. هللویا هللویا. این که نمیشه که. همش تو گناهی. یارو اسمش ایمانداره، میگه من ایماندارم، رفته توتی گرفته، به توتی یاد داده بگه یا حسین یا علی. گفتم خاک تو سر اون ایمانت بشه، رفتی توتی هم کافر کردی، خاک تو سر تو که به این مخلوق خدا هم رحم نمی‌کنی. آخه اون توتی چی به این بچی به این توتی یاد دادی آخه تو؟ گفتم منم برم یه توتی میگم تو تروتیت بگه دور شی شیطان. هاللویا بگه. آخه این که نمیشه. چقدر ابلهی. ما اسمش هم ایمانداره. خیلی جالبه. ما نفهمیدیم این ایماندار به حسین و علی این لاتا و قداره کشا کی هستن.
اونو نمیفهمیم اینا کی هستن. یه مش لات و قداره کش و چاقو کش و نمیدونم اصلا هرزه و هوسباز و اصلا نمیدونم اینا کی هستن. به خاک تو سر ما مردمان ایران بشه. بدبخت و بیچاره این ما چقدر افتادیم دنبال این مسائل. اصلا خودمون هم نمیفهمیم. از بچگی هم تو کلم خودمون هم نمیفهمیم. انقدر کودنیم نمیفهمیم اینا رو. درک نمی‌کنیم کلامو دیگه. درک نمی‌کنیم که آقا خدا کیه؟ خدا میگه برو این جاهلا رو برو بپرست. این خلافکارا رو برو بپرست. برو از این خلافکار حاجت بخواه. بارها گفتم بازم مثل که مثلا برید مثلا الان یکی از این لات‌های عصرهای حاضر که الان هست مثلا شعبان بیمخ یکی واسه اینجوری دقیقاً همینه. یکی بده برای شعبان بیمخ سینه بزنه بگه شعبان بیمخ کجایی بیا بریم کجایی منو شفا میدی تو. شعبان بیمخ هم وایس اونجا بخنده. مسکی داره همین کارو میکنیم دیگه. یا هیئت بدیم برای شعبان بیمخ. آخه مسخره نیست؟ خجالت نمیکشیم؟ اصلا من موندم واقعا کجا وقتی مات میمونم این آدما کیان؟ این از کجا اومدن این انسان‌ها؟ بعد خدا میگه چی میگه؟ میگه ساکت باش ابله زمین. خودم خودم جزئی از اینا بودی. میگم به راستی که چنین است. معذرت میخوام. تو راسته دیگه. حقیقت دیگه. حقیقت همیشه حقیقته. حقیقت تبعیض قائل نمیشه. حقیقت همیشه حقیقته. باید کمک کنیم به هم. کمک کنیم از این بت پرستی بیایم بیرون. درک کنیم. خدا بخشش میخواد. من میبینم خیلی‌ها کینه و تنفر دارن نسبت به هم نوعشون. اول از همه خودشون اسیر میشن. تا وقتی من نبخشم آزاد نمیشم. من وقتی خدا میگه ببخش تا بخششی، وقتی من میبخشم اول از همه خودم راحت میشم. نه اون طرف. خودم. بعد برای اون طرفه. ولی اول برای خودمه در حقیقت. چون خودم از اون زندان کینه تنفر میام آزاد میشم. رها میشم و میبخشم که خدا منو ببخشه. یعنی برای خودمون داریم میبخشیم. فکر نکنیم کار بزرگی کردیم. کار بزرگی اگه ما میبخشیم آدم خوبه نیستیم. من یارو میبخشیم میگه ببین من بودم بخشیدم تو. یه جال احمق جمع کن بس تو. من بودم بخشیدم. مثلا تو کی بودی؟ یه آدم گناهکار دیگه. مثل همه آدما گناهکار. من بودم. تو میبخشی برای اینکه خودم تو رو ببخشه. خودت هم کلی ظلم کردی در حق دیگران. مگه نکردی؟ بدی در حق دیگران نکردی؟ خب خدا میگه ببخش منم میبخشم. خب تو بس داری برای خودت که داری میبخشی. منت برای چی برای کسی میذاری؟ همچین یه جوری میگه من بودم بخشیدم و منت میذاره برای یارو. قبل این بخشش نیست که. این بدتر یه گناه دیگه اضافه کردی. منت داری میذاری سر یارو. نه تنها نبخشیدی داری حرفو میزنی بلکه یه گناه دیگه هم داری اضافه میکنی به خودت. پس ما میبخشیم که بخشیده شیم. پس برای خودمونه که داریم میبخشیم. خدا از ما بخشش میخواد. رحمت میخواد. خدا نیاز به نماز روزه ما نداره. به قربونی ما نداره. به مسجد کلیسا رفتن ما نداره. خدا میگه بخشش داشته، محبت داشته باش. ببخشید هم دیگر رو. همونجوری که من شما رو بخشیدم و مسیح رو فرستادم قدرت بده که حال که شما رو بخشیدم به قدرت مسیح دیگه گناه نکن. نه اینکه برو تا آخر اون گناه کن میبخشم. دیگه اینجا داوری و عدالت خدا میره زیر سوال. این میشه مسخره بازی که. نه میبخشه ولی من بعد دیگه گناه نکنیم. حالا چیزی نکنیم قدرت مسیح بیاد در ما دیگه گناه نکنیم تا بتونیم پاک تا ابد بمونیم با پدر. پس همه ما گناهکاریم. همه ما مریضیم تو این دنیا. هیچ کی اینجا نمیتونه بگه آدم خوبم. ببینید بارها گفته شده بازم میگه. من خودم شخصا همیشه گفتم کثیف گناهکار زشتم حقیرم پستم. میگم شهادت میدم. چرا نباید بدم؟ آقا بودم دیگه. تا قبل از اینکه با خداوند آشنا شم همین آدم بودم دیگه. خدا هم اعتراف میکنم دیگه. بایدم بکنم. نه که بیام خودم بزنم به کوری و کری بگم عجب یارو آدمی ها، عجب گناهکاری ها. وقتی اینو بگم گناهکاره یعنی من خیلی پاکم. اون دقیقا خودم گناهکارم. نه، آدمایی که اینجوری رفتار میکنن تو کثافت و گناه هم هست. ما هممون گناهکاریم.
دیگ به دیگ نمیتونه بگه رود سیاست. اینو بفهمید. یه وقت یه آدمایی میان، اگه شما رفتید که تو کلیسای ساختمونی یه بد با شما برخورد کردن یا یه جوری با شما برخورد کردن که اونا مثلا قدوسن تا خود شیطانی. خب من دیدم یه وقت این آدما رو دیدم خیلی درد گرفتن. میگفت ما اومدیم بریم با خدا آشنا شیم ببینیم کیه. اینا کاری کردن گفتیم خدا اینو نمیخواد. باعث لغزش شدن. من یه سری رو میشناسم هنوز لغزش خوردن سر این موضوع. فرار کردن. این اونا باید تاوان اینو باید پس بدن، جواب بدن بابت این کارا. من دیدم اینا رو دارم میگم. وسیله لغزش نشین. کمک کنین. اگر کسی از خدا باشه خودش هم میدونه گناهکاره. میدونه گناهکار بوده. تنها کسی گناه نکرد مسیحه، باقی همه گناهکاریم. و چون اون گناه نکرد تونست بر شیطان غلبه کنه، روحش رو همون روحش رو به ما میده، ما هم میتونیم بر شیطان غلبه کنیم. ما همه گناهکاریم اما میتونیم پاک شیم. به قدرت روح مسیح میتونیم پاک شیم، پارسا بشیم. ولی وقتی گناهکار بودیم هممون چیزی میتونیم بریم به یکی دیگه بگیم گناهکار، ای سیاه، ای تاریکی؟ نمیشه که. فیض مشتی بود که ما نجات داد. پس بیایید مسئله رو درک کنیم، کلام رو درک کنیم، حفظ نکنیم، درکش کنیم. این مسئله بسیار بسیار مهمه. تا همینجا خواست پدر بود، گفته شد. میگم بازم میگم به شما مسئله کلام خدا واقعا وسیعه. خیلی درس میتونه به درس هم مطلبی برای ما، ولی تا اندازه‌ای گفته میشه که نیاز یاد بگیریم دیگه. تا همون از که خدا تعیین میکنه ما هم مطیعیم.